سوخ عزیز تاریخ زیاده از هزار ساله ها دارد و بینندگان عزیز چون میدانید آدم اولین نیز ماست از همین واحه بسیار زیبا منظر که آنجا ما و شما زندگانی میکنیم پیدا شده است و امروز سوخ در حقیقت تدقیق و تحقیق را میخواهد، زیرا که تاریخ سوخ از هزار ساله ها سرچشمه میگیرد. بینندگان عزیز، ما در موضع حضور داریم که در آنجا سنگ آینه جایگیر است و این سنگ نیز شاهد بسیار واقعه های تاریخی گشته و خود بابور میرزا در همین جا آمده مکان اختیار کرده برای خود در همین جا نشسته و بعدی از اینجا برآمدن باز راه سوی هندوستان میگیرد از محله هوشیار. من در قفای ما همون سنگ سیرناک جایگیر است و بینندگان عزیز، دیروز به ما خبر رسید که در روبروی همین سنگ آینه باز یک سنگ بسیار معجزه‌ناک پیدا شده است و ما نیز بهره آموختن همین سنگ و دیدن این سنگ معجزه آفر به اینجا تشریف آوردیم و به همین سنگ که حالا شما آن را در نوار دیده استادید معجزه سنگ آینه نامگذاری کرده. سوخ قدیمترین واحه در حدود ازبکستان امروزه به حساب می رود. سرزمین سیر و اسرار و معجزه هاست واحه سوخ. هرچند گوشه معجز است این سرزمین و وجود هم روزه در این حدود واقعه های عالم شمول به عمل می آیند و مهمش آن است که این گونه واقعه و حادثه ها در لحظه های بشمار به هر جا پهن می گردند. روز شنبه 13 اپریل توسط شبکه‌های اجتماعی به تمام جهان صورت های سنگی که در حقیقت معجزه ناک است پهن شد. با ما نیز این صورت ها را ساکنان محله طول، روزنامه‌نگار عالمجان عالیموف و خواننده دخترحسین عزیزوف ها توسط شبکه واتساپ گسلانیدند. با سبب آنکه این صورت ها با ما قریب بیگاه دسترس گردیدند، ما همان روز به حدود سنگ نو پیدا شده رفتن نتوانستیم و حسیاتی کنجکاوی تمام شب ما را آرام نگذاشت. سحری بر وقت روز یکشنبه با اسباب دستگاه های استودیو ویدیو کامera ما را حسی موضع صورتی گرفتیم، چون که این سنگ در همه حدود تاریخی سوخ جایگیر شده است. خود موضع صورتی سوخ حدود معجزه هاست و گواه زنده تاریخ کشور به شمار می رود. موافق معلومات اهالی محلی، دو روز پیش این سنگ را ساکنان محله آخانجان رسولوف، منورجان قنبر و علیشیر نظرف ها که در این حدود اساساً به مالبانی مشغول می شوند پیدا کردند. موافق گفته های رهبر ما بهرامجان رسولوف، سراول سنگ به مالبانان همچون کوزه نمودار شده شوق بلندی اشتیاق جوانان را به کافتن اطراف سنگ وادار ساخته است. چون می بینید شکل سنگ به سنگ آسیای کلان حجم مانند است، ولی این سنگ را به مقصد سنگ آسیا استفاده کردن نمی شود، چون که حجم سنگ بسیار بزرگ است. در حالت ایستاده خود سنگ به سرپوش چاینک مانند بوده، اگر آن را چپه کنید به خود چاینک مانندی دارد. روی سنگ از تاثیر قوه‌های گوناگون محیط اطراف جا کفیده و اگر عمیقا نگاه کنید به بعضی حرف‌ها نیز چشمتان میافتد. سنگ همچنین به زانده که از کشتی کیهانی جدا شده روی زمین میافتد نیز مانندی دارد. سنگ دایره شکل است و 3-4 عدد حاشیه دارد که این حاشیه ها را در ظرف‌های صفحه‌ای فقط کلالان مانده میتوانند و خلاص. خلاص سنگ را معجزه آفریدگار گویم اصلا خطا نخواهیم کرد و با همراهی عالمجان عالیموف ما به این سنگ معجزه صورتی نام نهادیم. این معجزه یگان قوه دستی انسانیت ساخته شدگی نه، بلکه ممکن یک جرم آسمانی که در وقتش افتاده حاضر در نتیجه آبشارشوی باران ها بر روی خاک برآمده است و من همین جسمی که از سنگ فرق میکند همین تحقیقات علمی را میخواهد و ما از نام همین تمام سوخیان از نام همینجا طلب آن را داریم که در آینده همین عالمان محققان آمده، تاریخچه ها آمده درباره چی بودن همین چیز به ما معلومات های صحیح میدهند. همین را این زلاحیدق تاکید کرده میباید که این سنگ معجزه‌ناک در روبروی سنگ آینه جایگیر شده است. گفتن ممکن است این موضع حدودی صورتی محله طول حدود تاریخی ناحیه به حساب می رود و حتما از جانب محققان و متخصصان ساحه باید موردی تدقیق و تحقیق قرار گیرد. باز یک سبب صورتی نام گرفتن این حدود همان است که پیشتر از ترکاندن کوه‌های این حدود تمام دیوار آن کوه‌ها را صورت و رسم‌های تاریخی فرا گرفته بود.
در ترکیب سنگ کوههای این موضع مرمر هست و این مرمر نیز در سالهای پیش از استقلالیت به گوشه‌های شهرهای وطنمان کشانیده شده است. موافق معلومات‌ها در سالهای فعالیت اتحاد شوروی کوه اساسی این حدود یعنی گواه زنده تاریخی وطن با قوه 45 تن ماده ترکنده ترکانیده شده است و این گواه تاریخی ماضی رو به فنا آورده است. ولی استقلال کشور و قوه الهی امروز روی ما صحیفه های نو تاریخ را باز می‌کند. از این فرصت ما باید دائم و پیوسته استفاده کنیم و در شناخت اصل و نسل خویش کوشش و حرکت نماییم.